خب ببینین من الان این دوتا قسمت قلبی رو درست کردم. الان میخوام این دوتا رو به هم دیگه وصل بکنم. این دوتا رو درست کردم، میخوام به هم دیگه وصل بکنم. حتما قبل کار اضافه نخ رو ببرین، اینجوری مثل مال من ولو نکنین تو کارتون که بعدن گیج بشین. ببینید یه سر نخ روی قلابمه، یه سر نخ رو باید وصل بکنم به این یکی. میام قلابم میکنم داخل یکی از پایه های روبرویی، بعد نخ رو میگیرم. این قسمت باید خوب نختون رو بکشین که این دوتا قسمت به هم کامل وصل بشه. نخ رو با قلاب میگیرم، میکشم بیرون و یه پایه کوتاه اینجا میزنم به این صورت. دیدین؟ حالا دوباره میبرم داخل قسمت روبرویش، یعنی بغلیش، داخل این پایه میکنم و پایه روبرو. نخ رو با قلاب میگیرم، از هر دوتا پایه میارم بیرون که این دوتا به هم وصل بشه. قشنگ باید نختون رو بکشی این دوتا محکم به هم وصل بشن. 3 تاشو باید به هم وصل کنید. دوباره میرم کناری، این سومیه، میرم کناری و روبرویش به این صورت. دیدین؟ دوباره نخ رو با قلاب میارم بیرون. الان این دوتا برجستگی قلبمون با 3 تا پایه، 1 2 3، با 3 تا پایه به هم وصل شده. حالا میام بافتم رو انجام میدم. ببینین به این سمت نرین اشتباهی، باید به این سمت بیایم، از سمت چپ بافتتون رو ادامه بدین. قلاب میبرم داخل پایه کناری و اینجا دیگه منجقا رو میارم جلوی کار به این صورت. یه منجق میگیرم و بافتم و ادامه میدم. دیگه بقیهش بافت عادیه، نه کم کردن داره نه زیاد کردن، همینجور ساده میبافیم. اینو همینجوری میبافم تا به انتهای کارم برسم. میرسم به این قسمت. خب ببینیم به اینجا که رسیدم، این یه دونه آخری رو هم میبافم. یعنی تو نقشه اصلیش میگه یه دونه آخری رو نبافیم، ولی من معمولا میبافم که یه خورده خوش فرم تر بیاد در بیاد. این وسط رو کاری نداریم، میریم روی، ببینید اینجا رو کار نداریم، اینجا رو هم اصلا کار نداریم، میریم روی این. یه دونه منجق میاریم وسط کار و این دو قسمت رو اینطوری به هم میبافیم. دوباره بقیهش ساده بافیه. به این صورت. حالا رسیدیم به این نخ اضافهه. اگر مثل من نخ اضافتون رو قبلا پنهان نکردین، اضافهش رو قیچی نکردین، الان توی کار بگیریدش. ببینین اینو میذاریم این بین و میبافیمش. به این صورت. این وقتی که اینجوری بازه، این قسمت نخیش مشخص میشه، ولی وقتی که قلبتون تکمیل بشه اینجوری به هم وصل میشه، به هم فشرده میشه و قسمت نخیش پیدا نمیشه دیگه. الان دوباره من میبافم تا این سمت کارم. خب ببینین الان من اینو تا این قسمت بافتم، اینو میذارم بیرون دیگه، نخشو بعدن اضافهشو قیچی میتونم بکنم. الان نگاه کنین، من تا این پایه بافتم، تا این پایه، میبینین این پایه، این وسطیه بافته نشده، پس من بعد این طرفم همون کار بکنم. این پایه رو نمیبافم، میرم داخل این پایه روبرویش، چون دیگه نمیخوام خیلی تا عمیق پیش برم که مثلا به هم دیگه وصل بشن. اینجا حتما دقت کنین پایه ها رو اشتباهی دوتا نبافین که دونه هاتون زیاد بشه. دوباره اینو میبافم تا طرف دیگه قلبم.
دوباره اینو میبافم تا این قسمت. خب ببینیم به اینجا که رسیدم، سریای قبل چون خیلی عمیق بود این دونه گوشه‌ای رو نمیبافتم. الان این دونه گوشه‌ای رو میبافم، یعنی فقط دو رج دونه گوشه‌ای رو نمیبافیم، رج سوم دونه گوشه رو میبافیم، فقط این دونه وسط رو نمیبافیم. میام وصل میکنم به دونه گوشه برجستگی بعدی. دیدین فقط دونه وسط رو نبافتم. الان اینجا خط من دیگه به صافی رسید. دوباره اینو میبافم تا اون سمت. اون سمتم باید همین کارو بکنم. ببینید این دونه گوشه رو میبافم، فقط دونه وسط رو نمیبافم. خب ببینید من الان به این مرحله از کارم رسیدم. دونه هامو میشمارم که حتما ببینم دونه هام پایه هایی که مونده میخوام بافتم و ادامه بدم ضریب 4 باشه، چون ما هر دفعه از بین کار 4 تا منجق کم میکنیم برای اینکه این قسمت پایین قلبمون رو در بیاریم. نوک‌تیزی این پایین رو ضریب 4 باید باشه. من دونه هامو شمردم، دونه هام 44 تاست. قبلش 45 تا بود، تا این گوشه اومدم، تا این وسط اومدم، این دونه وسط رو نبافتم، کردمش 44 تا، یعنی یه دونه رو کم کردم شد 44 تا. شما اگر ضریب 4 نبود یا مثلا زوج نبود عددش، حتما دونه رو کم کنید تا عددش زوج بشه. خب بعد از اینکه به این مرحله رسیدم، الان میام دو رج همین 44 تا رو دو رج بدون کم و زیاد کردن همه یه دونه ها رو میبافم. همین 44 تا رو دو رج ساده میبافم دور همینا. برای اینکه رجم رو گم نکنم یا میتونم اول رجم رو علامت بذارم یا میتونم، من معمولا این کار میکنم، 2 تا 44 تایی، برای اینکه دو رج میخوام ببافم دیگه، 2 تا 44 تایی میارم وسط و فقط همین تعداد منجقم رو میبافم. وقتی که تموم شد میفهمم دو رجم تموم شده، پس من دو رج 44 تاییمو میبافم. بعد میایم ادامه ویدیو رو با هم میگیریم. خب ببینین الان من دو رج ساده بافیم تموم شد و به این مرحله رسیدم. دیگه خیلی قشنگ قلب ما داره شکل میگیره. حالا میریم برای دونه کم کردن. پایه هامون چند تا بود؟ 44 تا بود. ما هر دفعه منجقی که تعداد منجقی که میخوایم بیاریم جلوی کار که بافتو انجام بدیم باید 4 تا کمتر از رج قبل باشه. الان منجقای من 44 تاست، پایه های من 44 تاست، من 40 تا میارم جلوی دستم. خب ببینین 40 تا منجقی که آوردم جلو، الان باید هر 10 تا منجق یه دونه کم بکنم و چون دونه آخر کم کردنش میفته تو رج بعدی، من تو شروع رجم شروع میکنم اول هر 10 تا دونمو کم میکنم. یعنی الان اینجا هر 10 تا باید کم بکنم، اول دونمو کم میکنم. یعنی ببینید اول این نه کناریش، ببینید این نه کناریش رو میبافم که یه دونه کم میشه 1 2. الان باید 10 تا منجق ببافم. 2 3 4 5 6